سلام، من هانا هستم و خیلی به کانال من خوش اومدی. تو این ویدیو میخوام ابزار طراحی رو بهت معرفی بکنم. ببین تمام چیزایی که من دارم برای این کلا برای طراحیام دارم استفاده میکنم اینا هست. حالا اگه نخوام که با کنته و زغال کار کنم، بخوام با مداد گرافیتی کار کنم، اینا هستش ابزارم. خب من باید اول برم سر معرفی ابزارهای غیر از مداد که بعد بذارمشون کنار اینجا خالی بشه که بتونم این مدادا رو راحت تر توضیح بدم براتون. یکی از ابزارهایی که استفاده میکنم کاتر هستش. این خیلی مهمه. بچه‌ها سعی کنید که با تراش مدادهای طراحیتون رو تراش نکنید. چرا؟ چون وقتی با تراش میخواید تراش بکنید این خیلی مغز مدادو میتراشه و اصلا حیف میشه. شما حتما برای تراش کردن مداداتون از کاتر استفاده بکنید. بعد اینکه این کاترم که با این قسمتش میتونید مثلا اینجا یه سری چیز داره، جای در واقع شکستن این تیغه رو داره. خب شما وقتی که یه مدت از سر این استفاده میکنید تراش میکنید این کند میشه. از ته کاترتون استفاده میکنید، سر اینو میشکنید، یه فشار بدی سرش میشکنه و اینطور میشه که میتونید از اون قسمت‌های تیزتر کاترتون استفاده کنید. اینم یه کاتر دیگه هستش که خریدمش، اون یکی چون تیغش رو انقدر که شکوندم کوچیک شده کلن، از این الان دارم استفاده میکنم و برند خاصی هم نداره، اصلا مهم نیست که چی باشه. تراش من هست یه تراش دو طرف هست که این سمتش فقط مغزیشو تیز میکنه و این سمتش چوبش هم میتراشه. این تراش ببینم برندش مشخصه یا نه، MR هستش که آلمانیه. حالا شما میتونید یه تراش ارزون تر بگیرید، نیازی نیست حتما اینو داشته باشید. و اینکه ابزار دیگه هم که استفاده میکنم محوکن هست، محوکن کاغذی. این تو درجات مختلف هستش توی بازار. حالا شما یه درجه بزرگ و یه درجه کوچیکش رو داشته باشید. و اینم بگم که حالا هر موقع که باش کار کردید دیدید سیاه شد، کثیف شد و اصلا سابیده میشه، واسه اینکه اون حالت از بین بره، چون وقتی کاغذش سابیده میشه دیگه خوب محو نمیکنه. با همین کاتر بیاید اینو اون قسمت ها رو بتراشید. اینو توی تراش نندازید، با تراش تیزش نکنید که تیغه تراش رو خیلی کند میکنه. و ابزار دیگه پاککن خمیری هست، ولی این پاککن خمیری دیگه عمرشو کرده، من خیلی استفاده کردم ازش. از برند فابر کاستل هست و واقعا عالیه. اینو حتما داشته باشید، یعنی اوجب واجبات واقعا توی کار طراحی. و ابزار دیگه گوش پاککن هست. اینم خیلی کاربردیه برای محو کردن یه قسمتای واقعا به دردتون میخوره. میتونید از قلموهای نرم هم استفاده بکنید. این قلموی زبون گربه هست، پاک شده، فکر میکنم پارس آرت باشه یا پارس آرتیست باشه، نمیدونم. ولی خب قلموی زبون گربه که موهای نرمی داشته باشه و این دست قرمزان دیگه. از اینم حالا اگه دوست داشتید میتونید تهیه کنید. خیلی حالا بودنش مهم نیست، حتی میتونید به جای این از یه تیکه پنبه هم استفاده کنید اگه میخواید سطح وسیعی رو محو بکنید. و پاککن اتودی هستش. این هم پاککنش رو جدا میفروشن و مثل مداد اتودی دیگه فرقی نمیکنه. اینم باز برای ایجاد خطوط، حالا مثلا سایه ها رو زدید، برای ایجاد خطوط باریک و روشن خیلی به کارتون میاد. ابزار دیگه مدادگیر هستش. اینم واقعا کاربردیه، اینم داشته باشید. حالا مدادتون کوچیک شد میندازید توش و راحت باش کار میکنید. خب حالا بریم سر معرفی مدادها. ببین من کاغذی که برای طراحی استفاده میکنم این هستش، در واقع دفتر طراحیه و برندش هم فکر میکنم آرمان هستش. آره الان تو بازار حالا اگه بخواید مثلا یه چیز قیمت مناسب پیدا کنید فقط همینه، ولی کیفیتشون واقعا خیلی خوبه. یه مقداری چیز داره، در واقع بافت داره روی کاغذش
که این باعث میشه که اصلا کنتراست کارتون میره بالا، قشنگ مداد روش سابیده میشه و اثرگذاریش خیلی میره بالا. پس یه دفتر طراحی آرمان داشته باشید و اینکه بریم سراغ مدادها. برای اتود کارم من معمولا از مداد اتودی استفاده میکنم، 5/10 هستش. اگه نیاز داشته باشم یه مقدار تیره تر کنم، از مداد اتودی 2 میل استفاده میکنم. و برای سایه پردازی و دیگه ایجاد کنتراست بالا میام از مدادهای طراحی استفاده میکنم. ببینید درجه بندی های این مدادها در واقع از ب هستش تا اچ هستش. خب هر چقدر که میری به سمت اچ ها، مثلا اچ 1 اچ 2 اچ 3، حالا هرچه بالاتر، اثرگذاری مداد کمتر میشه و کم رنگ میشه کلا. الان ببینید این مداد اچ هستش، کنم اچ 1 اچ 2 یادم نیست، پاکم شده، ولی نگاه کنید، یعنی من حتی اینو فشارشم میدم پر رنگ تر از این دیگه سایه نمیزنه برای من، از صداش مشخصه کاملا خشکه. ولی هرچه میایید به سمت ب ها و میرید بالاتر در واقع تیره تر میشه و مداد نرم تر میشه. خب درجه بین اچ و بی هم که اچ بی هستش که همون میشه مدادای معمولی، همین حالا این خیلی کوچولو شده ولی مدادای معمولی هستش که همه استفاده میکنن، مدادای هاشبه بهش میگن. این در واقع یه درجه ما بین اچ و بی هستش. خب من کلا وقتی میخوام مداد طراحی بگیرم نمیام کل درجاتش رو تهیه بکنم، چون واقعا نیازی نیستش. اون درجاتی که خیلی به کار میاد B2 هست، B4، B6، البته باز B4 من استفاده نمی کنم، و B8 اینا خیلی به کار میاد. خب ببینید اینا اثرگذاریشون خیلی بیشتر از مداد HB هستش و هر چقدر که این درجه بالاتر میره تیره تر میشه. الان این مداد من B3 هستش. خب اگه توی این مداد گیر بره، خب میبینید این تیره تر از HBه و نرمتر هم هستش. خب یه درجه بالاترم دارم، این B4 هستش، اونقدی فرق ندارم. میبینید میگم لازم نیست که تمام درجات رو پشت سرم داشته باشید، اونقدی فرق نداره. الان این درجات رو ببینید، این سه تا با همدیگه 2 درجه فاصله دارن. خب حالا این تا این که 3 درجه، چون این HB بود و این ببخشید این HB بود و این یکی B3 بودش، 3 درجه فاصله دارن. با اینم همینطور 2-3 درجه فاصله دارن. ببینید کاملا مشخصه. خب ولی خب این تا این چون 1 درجه فقط فاصله داشتن اصلا مشخص نیستش، پس نیازی نیست که شما واقعا این درجات رو پشت سر هم داشته باشید. خب مداد دیگه که استفاده میکنم B6 هستش که باز 2 درجه با این B4 فاصله داره. میبینید قشنگ مشخصه که تیره هستن، این خیلی از این تیره تره. بچه ها 2 نوع مداد دیگه وجود داره از برند استدلر. الان اینه که من قبلا اینجا براتون نشون دادم از برندهای مختلفه. خب ولی برند استدلر یه سری مداد لوموگراف داره. خب لوموگراف بدن آبی و لوموگراف بدن مشکی. این بدن آبیاشون کلا نسبت به تمام برندهای دیگه واقعا استدلر خیلی مدادهای طراحیش عالی و با کیفیته. مثلا این الان به 8، خب باز 2 درجه با این فاصله داره، ولی خب خیلی
تیره تر و ماتره، حتی اون براقیت رو نداره به اون صورت مثلا برندهای دیگه نیست اصلا. خب و اینکه کلا اصلا وقتی باش کار میکنید متوجه میشید که اون سایه پردازیتون همچین حرفه‌ای تر داره انجام میشه. واقعا اون کیفیت ابزاری که دارید استفاده میکنید خیلی مهمه. خب این شد لوموگراف بدن آبی که خب یه مداد گرافیتی، مغزش خیلی نرمه، این درجه B8 هستش، ولی یه سری هم داره باز همون استدلره ولی بدن مشکی. این بدن مشکی ها سربشون خیلی زیاد، یعنی مثلا این یکی ها سرب ندارم ولی خب این سرب داره، زیادم هست سربش. زیاد بودن سربش باعث شده که کاملا خشک باشه و اون یه ذره براقیت این یکی مدادارم نداشته باشه و تقریبا میشه گفت مثل کنتست، یه چیزی بین مدادهای گرافیتی و کنتست. میبینید الان اینم، خب این الان B6 هستش ولی اینی که استفاده کردم B8 که یه مداد طراحی معمولی بود از برند استدلر. این B8 با اینکه درجهش بالاتره ولی روشن‌تر از این به نظر میاد. این در واقع بدن مشکی استدلره که سربش بالاست و خیلی کنتراست کارتون رو میبره بالا و درجهش این B6 هست. خب اینم از ابزاری که من برای طراحی استفاده میکنم. اگه این ویدیو رو دوست داشتید، براتون کاربردی بود، ممنون میشم اگه این ویدیو رو لایک بکنید، نظرتون رو برای من کامنت بکنید و کانال رو سابسکرایب بکنید. اون زنگوله بغلش هم فعال کنید که به محض اینکه ویدیو آپلود کردم اولین کسی باشید که ویدیو رو میبینه.